طلب کرده اللهم اینی اعوذ بک من الفقر. خدا با سوی تو از ناداری پناه طلب میکنم. زیرا ناداری برادر عزیز پیامبر گفت ناداری انسان به سوی کفر میبره برادر. این در همین دنیای امروزه همه دیده و میدونین و میفهمین. از همین بسیاری وقتا هم برآمده هست که میگن اگر همه بایهای ما از مالاشون زکات بدن در روی دنیا کمبغل نمیمونه کمبغل. همین بایهای اگر روی دنیا هر کدامش که این خداوند برادر عزیز همین خیلی نظام جاری کرده که چند تا باید دختر تولد شود، چند تا بچه تولد شود، چند کس کمبغل شود، چند کس بای شود، همه همین رشدش گرفتگیه. اگر به شرطی که اینها همو فرمودا را اجرا کنن خدا خواهی یکون مشکلات نمیشه. و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. میگه بعد از آن سیوم چیزی که انسان ها رو میگه دوزخ میبره این چی است؟ این مسخره کردن پیغمبر نازنینه. خب مثل که در همون زمان ها ساحرش میگفتن، کاهنش میگفتن، شاعرش میگفتن، دیوانش میگفتن، هر چی میگفتن. کسانی که اگر در همون زمره همونو داخل شود ما برادرای عزیز مقصد هیچ وقت ملامت نمیکنیم. یکی در خودمون هم هست آدمایی که پیامبر حقارت میکنن. همینا هم همون زمان میدرویند. هر کدامش علاهیده گناهش میگه. ایش میگه من نماز نمیخوندم، اوش میگه من دستی فقیرا را نمیگرفتم، اوش میگه من پیغمبر حقارت میکردم. خب و دیگرش و کنه نکذب بیوم الدین. 4 گروه در همونجا هست. 4مش چی میگه؟ میگفتن که برادرها شما آگاه باشین که یک روز نه یک روز قیامت میشود. بعد اینش به اینش میگفت است که خیلی باید یک چی بگن در یا قیامتش چیه گو؟ یعنی آمدن قیامت این کار میکردن. پس قرآن میگه فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یا هیچ کس از شما در روز قیامت گرفتن نمیتونه. این هم یکی از نشانه‌های بدبختی آدمی هست که نماز نمیخونه. میایم به سوره حج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. همین آیت در سوره مبارکه حج خدا میگه که خب کسانی بودن که نمازاشون هم میخوندن، زکاتاشون هم میدادن، سیم امر معروف میکردن، 4م نهی منکر میکردن. بازم آن که نمازش هم میخوند، ایمالش زکات میداد، با در برابر امر معروف میکرد، با نهی منکر میکرد. حضرت عثمان میگه که همین آیت در شأن اصحاب پیغمبر نازل شده. اصحاب پیغمبر که همین 4 چیز با دنداناشون که کپیدگی بودن نماز هیچ وقت ترک نمیکردن، هیچ وقت مالدارش به زکات نبود، امر به معروف حتما، نهی منکر. گفت همین 4 چیز که ما پایبند بدیم کلید فتح دنیا در دست ما بود. کلید فتح دنیا برادرها گفت در دست ما بود. هر جا که میخواستیم همونجا را فتح میکردیم میگرفتیم. ببین در مسلمانان تصمیمش میکنیم. یعنی همیشه پیروزی نصیب ما بود. پس ای اشاره حضرت عثمان در زیر تفسیر همیده میاد. معلوم به دست برادرها نمازمون اگر نخونیم، ای زکاتامون که دور شیدیم، امر معروف نکردیم، نه از منکر که نکردیم، او کلی تای دست ما میگیرن. ماها را دیگه الف گفتن نمیمونه. یه اشونی همین بی نمازی هم برادرها و این جمع رسیدنش امکان دارد. خواجه حافظ میگه هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق. کسی را دیدیم که نمازاشو نمیخونه،
خواجه حافظ میگه چیکو و چیش میگه هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق با او نمورده به فتوای من نماز کنید زنده هم که باشه جنازه شب کنه زیرا که برادر عزیز این آدم در قطار آدمای هلاک شده است زیرا پیامبر نازنین میگه اولو ما یحاسب به العبد یوم القیامه من عمل الصلاه اولین چیزی که میپرسد خدا در روز قیامت نماز تا خواندی سوال میگه نماز میشه برای همین چهار کتاب گفته از روز محشر که جانگداز بود اولین پرسیش از نماز بود و نصیحت میکنه پس مکن در نمازها تقصیر تا در آن روز باشد توفیر و چند تقصیری نکرد کوتاهی نکرد در نماز تا در او روز دستی تر نماز بگیرد نجاتت بده ای برادرای عزیز کمی معلومات در گردی این مثال حتی یک قصه هم ما در باب همین آدمای نماز نمیخوانند قریب یک 4-5 جمعه صحبت رو داشتیم در یکی از قصه را از کتاب ذهبی گفته بودم از کتاب ذهبی کبایرش در کتاب کبایر ذهبی آوردگی اومد میگه که گفت که حضرت من زنا کردم بعد زنا حامله دار شدم بعد حامله دار شدن تولد کردم و بعد تولد کردن برده همورا زنده به زنده زیر خاک کردم که تا که در ملامت مردم نزنم میگه بعد گفت فهل توبه دارد توبه کنم حضرت پیش آمدم میگه حضرت موسی چه کردی که ما روز یک کس میاد یگان گناهشو نقل میکنه کو مثال هست که ما در بسیومی هم کخی وقتی میگه به نام خدا به درجه شومش میبینی به درجه در دل نسبت همون بدبینی پیدا میشود اگر این باید خیلی نباشه اون مردک با یک توفیق و با یک ترس پیش آمدگی نیتونیست نیا یکی رای حلش آمدگی او را نامید کن در کار نیست حضرت موسی غضبناک شد گفت از اونجا خیز گفت از پیشم دور شد که این گپی تو زدی این گناهی تو کردی حاضر ممکن سنگ از آسمان بباره تا از شومی تو گفت باز در یگان آفت و مشکلات نزنی میگه زنک از حیبت حضرت ترسید بیرون برآمد رفت همین زمان بود که حضرت جبرائیل آمد گفت الله مهربان به تو سلام میگه بعدن گفت که چرا بنده ای که آمده است به دست و پای خود او میخواهد که از گناهش توبه کنه چرا ناامیدش کردی الله مهربان میگه که میدونی که از این دبا نفر دیگر هم بدبخت است مقصد همین بدبختی هم ندیدی تمام میگه حضرت موسی گفت کیست اون بی سعادت گفت کسی که نمازشو نمیخونه کسی نمازشو نمیخونه از این کردار زشتی که این کرده است ای او دا این بدتره برای همین دادرای عزیز اگر در مسئله نماز جدی باشید نماز رو کنید بعد نماز خوبیش در همینه که ای همه کارهای بعد منتون میکنم دیگه نه مقصد بیوه و روسا تماشا کمیتون نه دیگه مقصد چشمت خوب نه چشم چرونی کرده میتونی نه مقصد یکون در دلت میل گناه پیدا میشود و برای که این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر خدا میگه نماز همه کارهای فحشا و منکر را من میکنه خوب ایده ای هم حساب کنید که یک تربیتگر ایده بشون برکت یا بینتایی همین روز ما سخت مونده شدیم یک 7-8 معرکه گشتیم بخیر همش دا گپ زدیم خیلی برای می آمدیم خیلی که دعوت کردن آمدیم به شروع مهنت کردن خیلی دیگه چیه میگوی نابخته نمیشه یک چیزا که میگیم اکو با امیدی که میگیم یک خدای مهربان
یگان کسا گوش میکنه خیر آدم یک چیز عبرت میگیره خیر گفته بخدا یا من زد اون وقت ایساری تو اینو مسجد دارم یک مردم هم خیلی جمع شده بود اینجا این کلخان نصیحتشون کردیم خیلی خوب خیلی ناز خیر خداوند برکتتون تیدو داره عزیز توفیقاتون خدا رفیق کن